همراهان زیبایی، این بار در استان گیلان شهر زیبای رشت 28 مرداد ماه یک همایش پرقدرت در کنار اساتید حرفه‌ای. محترم شرکت منشور دنیای زیبایی بانو دکتر مدینه مظفرزاده، شما جرأت کردید که متفاوت باشید. ما یک کلمه داریم به عنوان کسب و کار. 2 بال قدرتمند بیزینس باید قدرت بال کسبتون رو پرورش بده. خودت رو قوی کنی، آدم‌های قوی میان سمتت. به جرأت میخوام بگم این میزی که الان اینجا نشسته و 8 نفره 8 میلیارد سرمایه است. سر هر میزی کلی شکست، کلی موفقیت و کلی تجربه نشسته. قسمت کار برنامه ما میشه مهارت هایی که شما در اون تخصص دارید. زمانی من برند و معروف و بنام و پولدار میشم که بال کسبم رو پرورش میدم.